میرسد قرنی به پایان و سپهر بایگان، دفتر دوران ما هم بایگانی. شهریارا گو دل از ما مهربانان مشکنید، شهریارا گو دل از ما مهربانان مشکنید، ورنه قاضی در قضا نامهربانی، ورنه قاضی در قضا نامهربانی. علاقه به جان پهلوان تختی از اوان کودکی واسه خود من بوده، چون پدر و خانواده بالاخره یه زمانی که زمان شاه بود اونا سیاسی بودن بیشتر و صحبت تختی همیشه بود تو خونه. مبارزه بعد در وزن 87 کیلو آقا تختی مبارزه میکنه با پیتر فلر از امریکا. در ابتدای کار روی حریف روی زیرگیری خودش با یه رکبی به پل میره تو اینکه ضربه فنی کنه آقا تختی رو. یه خطر 100% برای آقا تختی. فرار میکنه از این پل، فرار میکنه و موفق میشه از این پل، از این خطر 100% راهی پیدا کنه و به دنبال اون زیرگیری خودش و موفق میشه این کشتی رو شکست بده. کشتی در مجموعه ما به نام تختیه، به عنوان تختی تو مجموعه ما همیشه هم به اصطلاح کارهایی که انجام دادیم، هم این که در حال انجام برای سالهای بعد تمام تدارک شده هستش. یکی از عرفه‌ها و یکی از فعالیت‌هاش در رابطه با کشتی و فوج‌هایی که از جان پهلوان تختی داره. تو کوچه پس کوچه هایی که ماشا بزرگ شدن مثل خالی آباد، کاغلی و همیشه باعث افتخارم بود که همیشه سالگرد ما تحقیل شد اون مراسمش شبات تلویزیون شبکه یک بکنم نشون میداد شبکه 3 یه حال خاصی داشتم که موزه اینه روایتگر این بخش زندگی ورزش و دیگران از اون جایی که آرشیوها، کتاب‌ها و دیگران توجهی بهشون نمی‌دادن تا امثال میرزا و امثال آقای تختی و دیگران و بسیاری از کشتیگیران ما که اسامیشون رو بهتر می‌دونن مثل آقای جوادی دیگران و خیلی که در دقاق خام کشیدن و ارزش‌های بسیار مختلف. من امیدوارم که موزه تمام طلا و نقره با این کارش در زمینه‌های مختلف باعث جمع شدن افراد، توجه به این نکات و استمرار باشه. خیلی مجلس خوبی بود، من خیلی قدردانم ازتون که دعوت ما رو قبول کردین، تک تکتون و تشریف آوردین. استاد ظاهرا آخرین برنامه یه رونمایی از کار استاد عزیزمون جناب آقای موزه تمبرهای طلا و نقره ایران، آگاهی در قاب هنر.